سوال بعدی را خواهر ما میپرسن. نام من شهاده عمر است. کارمند یک دفتر خصوصی در کماسی هستم. یک آیه بسیار واضح در انجیل است که اکثریت ما عیسوی ها در مقابل مسلمان ها از او استفاده میکنند. یک مسلمان فقط به خاطر همین آیه عیسوی شد. من میخوایم راست و دروغ را بفهمم. هیچ کسی در این مورد سوال نکرده بجز از من. لطفاً میتوانید این موضوع را روشن کنید؟ خواهر ما از انجیل جان چپتر 14 و آیه 6 سوال کرده است، اما دقیق واضح نساخت. معمولاً مبلغان عیسوی را استفاده میکنن. در این آیه حضرت عیسی میگه که من راه حقیقی زندگی هستم. هیچ کس بدون من به پدرم راه یافتن نمیتونه. فهمیدن معنای این آیت این نیست که حضرت عیسی اعلام خدایی کرده. شما باید رابطه ها را بفهمین. به خاطر رابطه ها به آیه 1 مراجعه کنین. انجیل جان چپتر 14 در آیه 1 میگه اگر قلب شما خواهان راستی باشد، اگر شما به خدا باور دارید به من هم باور کنین. در آیه 2 میگه در خانه پدرم خوبیای زیادی است. اگر قابل دسترس نبود من برای شما آماده میسازم. من برای شما یک جای آماده میکنم. از آیه 3 تا 5 میگه من برای شما یک جای آماده میسازم. وقتی آماده ساختم پس برمیگردم و شما را با خود میبرم. در آیه بعدی میگه شما راه مرا میفهمید. شما او را یاد دارن. تامس میگه ما نمیفهمیم چطور شما را تعقیب کنم. کدام راه را پیش بگیرم؟ در اینجا حضرت عیسی میگه من راه حقیقی زندگی هستم. هیچ کس بدون وجود ما با پدرم رسیدن نمیتونه. هر پیامبر در عصر خود راه حقیقی زندگی بوده. هیچ کس به خدا بدون راهنمایی های پیامبر رسیدن نمیتواند. حضرت موسی در عصر خود راه واقعی زندگی بوده و هیچ کس بدون حضرت موسی به خدا رسیدن نمیتونست. حضرت عیسی در عصر خود راه واقعی زندگی بوده و هیچ کس بدون او به خدا رسیدن نمیتونست. در عصر خود راه حقیقی زندگی بوده. و حالا حضرت محمد راه واقعی زندگی هست و هیچ کس بدون او به خدا رسیدن نمیتونه و ما باید از او پیروی کنیم. و معنایش این است که او خدا هست. این یعنی حضرت عیسی میگفت اگر شما میخواین به خدا برسن پس بر راهنمایی های من عمل کنن. پس هیچ مشکل وجود نداره. ما باور داریم که حضرت عیسی فرستاده خدا است. انشالله جوابتان گرفتن.